شب 18 ایول سال 2023 ازدحام ساکنان کوچه زرگرها واقع در قلمرو نویه‌های چلنزور و اشتیپه شهر توشکند پایتخت ازبکستان گرد جمع آمده شاپرک‌ها یا زنان تنفروش را از اینجا راندند. زنان فاحشه چند وقت باز دو نقطه در این محله شهر توشکند کنار راه محله قطارتل و چهارراه شورت را به نقطه خود برای جستجوی مشتریان تبدیل داده بودند. ساکنان می گفتند از بیعملی کارمندان ملیته و دیگر نهادهای حفظ حقوق به جان آمده خودشان به کوچه ریختند تا ادب فاحشه ها را بدهند. در ویدیوهایی که در اینترنت نشر شد و موج واکنش ها را به بار آورد دیده می شود که ساکنان تلاش دارند تا فاحشه ها را به ترک محله خود وادار کنند. آنها را سخنان بد میگویند، یگان مشت شپاتی میزنند، دشنام میدهند. فاحشه ها نیز بیرویانه برای حفظ نقطه سودای ظاهراً پرخریدار خود ایستادگی نشان داده نیز ساکنان را دشنام ها میدهند و چند بار دست به گریبان هم میشوند. به گفته شاهدان تنفروشان به ساکنان گفتند که سودایشان در اینجا گرم است و جای گرم خود را خنک کرده از اینجا به یگان جای دیگر نخواهند رفت. عجایب آن بود که طوری در ویدیو دیده می شود کارمندان ملیسه در یک گوشه ایستاده جریان مناقشه بین ساکنان و زنان فاحشه را بی‌طرفانه تماشا می کردند. سرریاست کارهای داخلی شهر توشکند تنها روز بعد این حادثه را شرح داد. بنا به فرضیه ملیسه شب 18 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 00:40 در کوچه زرگرها بین چند شهروند جنجال به عمل آمد. ملیسه افزود است که کارمندان شعبه ملیسه به جای حادثه آمده اشتراکچیان مناقشه را آرام کردند و قانون شکنها را به شعبه بردند. در نتیجه جنجال یکی از زنها به دلیل جراحت سبک برداشتن برای کمک طبی مراجعت کرده است ولی بعد دریافت کمک به خانه‌اش رفته است. ملیسه پایتخت ازبکستان گفت در رابطه با این حادثه سنجش ادامه دارد و در جریان این سنجش باید گناهکاران پیدا کرده شده به جوابگری کشانده شوند. اما ملیسه شرح نداده است که در رابطه با این حادثه مشخص منظورش از گناهکاران کیست، فاحشه ها یا ساکنان.